با سلام خدمت همه دوستان. ما اینجا 5 فرش خیلی ویژه داریم که نشان دهنده قدمت و پیشینه شهر رشت و گوشه از شعور مردم ما در 100 سال پیشه. اینجا ما این سری فرش ها رو میبینیم که بالاش نوشته بلدیه رشت دارالمساکین 1305. این فرش ها در زمان پهلوی اول یک شهرداری ما داشتیم که تمام گده ها و متکدیان جمع میکرد و بهشون آموزش قالیبافی میداد و قالیباف استادکار از کاشان آورده بودن و آموزش میدادن. خب گیلان هم مرکز ابریشم بوده، ابریشم هم داشتن و این فرش ها رو میبافتن و خود شهردار ازشون میخریده و به مناسبت های مختلف هدیه میدادن. ما 5 فرش اینجا داریم که تاریخ هم دارن، بلدیه رشت دارالمساکین، برای خاطر اون لقب کلمه دارالمساکین روشون باقی مونده و این 5 فرش گوشه ای از فرهنگ و تمدن ماست که ما داشتیم و هدیه میدادیم. پیشاپیش روز رشت مبارک.